با درود خدمت یکایک سروران گرامی، خانم‌ها و آقایان. من آذر هستم، خدمتگزار شما در این همایش. با سپاس از برگزار کنندگان این همایش، از جانب برگزار کنندگان همایش به شما درود میگم و خوش آمد میگم. امیدوارم که در این همایش آنچه را که میپسندید وجود داشته باشه و راضی از 2 روز همایش در اینجا به خونه‌هاتون برگردید. میدونم خانم‌ها آقایون از راه‌های بسیار دور از کشورهای گوناگون اروپایی تشریف آوردن و محبت کردن و این نشانه علاقمندی ایرانی در هر نقطه دنیا به ایران و فرهنگ ایران. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. در این هنگام سرودهایی از گاتاهای زرتشت همراه با ویولون استاد قاسم طالبزاده از بلژیک و دکلمه بانو منیژه نیری از دانمارک رو شاهد خواهیم. روان زمین می گرید و به تو گله می دارد. چرا مرا آفریدی که مرا به این گونه ساخت و که این همه خشم و سنگدلی و گستاخی را به من چیره نمودی. و اکنون چه کسی جز تو میتواند مرا پشتیبان باشد، مرا به سوی خوشبختی راستین راهنمایی کن. ای راستی کی تو را خواهم دید؟ من اندیشه نیک را دریافتم. کی می توانم راهی را که به سوی اهورای پیش برنده می رود پیدا کنم و به سروش راهنمای مزدا گوش فرادم و سخنان تو را آن گونه که از زبان تو بیرون می آیند به دیگران بیاموزم و بگویم چگونه می شود یک زندگی خوشبخت را پیریزی. زیرا بهترین خوشبختی از آن کسی است که راز خوشبخت زیستن را به دیگران بازگو کند
و بهترین زندگی از آن کسی است که به سوی روشنایی رود. پس ای اهورامزدا، با خرد بیکران خود و در پرتو راستی دانش برخاسته از اندیشه نیک را به ما بنما تا زندگی ما دراز و هر روز آن از شادی و خوشی سرشار. از استاد جلال اخباری نوازنده سنتور از پاریس دعوت میکنیم تا قطعاتی ایرانی رو با سنتور برای شما اجرا کنیم. صدرپوشی مراسمیه که در درازای اون صدرپوش، ما صدرپوش یعنی کسانی که میخوان صدرپوشی بکنن پیمان میبندن که به اون چیزهایی که میگن و آیینی که میگن وفادار باشن و با آزادی تمام و آگاهی تمام چیزهایی که میگن میپذیرن. اون وقت در درازای این صدرپوشی 3 تا گره در جاهای گوناگون به اشاره من زده میشه. این 3 تا گره هر کدام نشانه و نماد یک پیمان هست. مثل امضا هست. مثلا ما شما میرید دفتردار یا چیزی میگیریم یه پیمان میبندید با یک نفر یه امضا میکنید. این هم یک امضا هست که من میپذیرم و با آگاهانه و آزادانه چیزهایی که گفتید میپذیرم در زندگی به کارش می‌اندازم. این مراسم صدرپوشی
این پیراهن سفیدی که می‌بینید بهش میگن صدره. اون تنابه که می‌بینید 3 متر طول داره بهش میگن پشتی. ای اهورامزدا، ای اهورامزدا، زمانی که تو در آغاز با اندیشه خیش تن و خرد و وجدان برای من آفریدی و جان به تن من دمیدی و مرا به کردار و گفتار توانایی دادی خواستی که من باور و آیین خود را با آگاهی و دلخواه خود برگزینم. پس در این زمان بزرگ گزینش که راه و روش زندگی خود را خود برمیگزینم با آزادی و آگاهی تمام به سوی تو میآیم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. درودهای فراوان به دوستان ارجمند. امروز این همایش 2 روزه که از 25 ژوئیه و 26 ژوئیه انجام گرفت درباره رستاخیز آیین زرتشت و بازسازی فرهنگ ایران تمام شد. در این 2 روز همه میتونید تصور بکنید که چه اندازه زحمت و کار پشت این برگزاری بود. دوستان ما از 18 کشور اروپایی و حتی آمریکا به اینجا اومدند برای سخنرانی و شنیدن. بسیاری از دوستان اروپایی
از فرانسه، از هلند، از دانمارک به اینجا اومدن تا ببینن چی میگذره و ما چی میگیم درباره اشو زرتشت و بازسازی این فرهنگ. دوستان دیگر ما، همکاران ما، همه در نوع خودشون بسیار کوشش کردند، فعالیت کردند که این همایش به خوبی برگزار بشه. با اینکه ما امکانات زیادی نداریم، امکانات کمی داریم، ولی با این وضع همه با جان و دل کار میکنند، نه برای استفاده مادی. بنابراین همه ما در این راه هستیم و بزرگترین دستاورد این 2 روز همایش پیدا کردن دوستان هماندیش که از همشون ناآگاه بودیم و از این کشور و اون کشور همه زندگی میکنیم ولی همه در یک اندیشه هستیم، همه در یک آرمان داریم و میبایستی همدیگر ما پیدا بکنیم در اینجا و این فرصتی شد که ما همدیگر رو ببینیم.